انسان اگر در این دنیا میخواد موفق بشه 2 چیز رو رعایت کنه به تمام موفقیت‌هاش میرسه با کمی چاشنی تلاش. یعنی شما اگر یک هم تلاش کنی کفایت میکنه. یکی نماز اول وقته که شما خودت رو همیشه عادت بدی که نماز اول وقت بخونی در هر شرایطی که داشته باشی. این خیلی مهمه که از همه چیزهای دورت دوری کنی و بری چی؟ نماز اول وقت رو بخونی. دوم، در آیه‌ای که قبل خدمت شما عرض کردم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، بعدش میاد میگه و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر خودت نیکی کنی. یعنی به پدر و مادرت کمتر از اف نگی، احترامش رو نگه داری، در هر مقام و منزلتی که هستی بری سمتشون، احترامشون رو بخری، نازشون رو بخری. بعد مطمئن باش که به بالاترین درجات در این دنیا خواهی رسید.